برای اینکه ایده‌های خلاقانه داشته باشی، لازم نیست آدم خلاقی باشی، فقط یه ترفند ساده وجود داره. بیشتر مردم فکر میکنن خلاقیت یعنی یه استعداد عجیب غریب یا یه جور توانایی جادویی، اما واقعیت اینه که بهترین ایده‌ها از یه فرایند ساده به دست میان، ترکیب کردن ایده‌های قدیمی به شکل‌های جدید. میخوای ثابتش کنم؟ استیو جابز نه گوشی رو اختراع کرد، نه اینترنت رو، نه صفحه لمسی رو. فقط اینا رو با هم ترکیب کرد و آیفون رو ساخت. شکسپیر چی؟ اونم داستانهای قدیمی رو قرض میگرفت ولی بهترشون میکرد. حتی اینشتین هم از نظریه‌های قبلی استفاده کرد تا نسبیت رو بسازه. خب حالا سوال اینه چطور میتونیم ما همین کار رو بکنیم؟ اسم این روش هست انباشت ایده ها. حالا ببین چطوری کار میکنه. مرحله اول، بدون توقف یاد بگیر. بخون، ببین، گوش بده. ذهنتو از اطلاعات و موضوعات مختلف پر کن. هرچی مواد خام بیشتری توی مغزت باشه، راحت تر میتونی نقطه ها رو به هم وصل کنی. ولی یه نکته مهم، قبل از اینکه فقط محتوای مختلف جذب کنی، باید یه چیزی بسازی، ایون اگه خیلی ابتدایی باشه. چون اگر فقط جذب کنی و چیزی خلق نکنی، فایده‌ای نداره. مرحله دوم، ایده های جالب رو یادداشت کن. مهم نیست به هم ربط دارن یا نه. یه ایده بازاریابی، یه حقیقت علمی، یه حرف شخصی، هر چی، فقط بنویس. مرحله سوم، دنبال ایده های مختلف، دنبال ارتباط بگرد. از خودت بپرس چی میشه اگه این ایده رو با اون یکی ترکیب کنم؟ اگه این مفهوم رو بذارم روی اون مسئله چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که نوآوری شکل میگیره. مثلا جیمز دایسون ایده جاروبرقی رو با سیستم‌های سیکلون صنعتی ترکیب کرد و اولین جاروبرقی بدون کیسه رو ساخت. الگو رو میبینی؟ خلاقیت یعنی ترکیب دوباره، نه اصالت محض. و بهترین بخشش چیه؟ اینکه لازم نیست منتظر الهام بمونی. فقط کافیه همینطور به جمع کردن و کنار هم گذاشتن ایده ها ادامه بدی. میتونی همین الان امتحان کنی. فرض کن میخوای پادکست ضبط کنی. خب بیشتر پادکست ها توی اتاق ضبط میشن، درسته؟ و بیشتر ولاگ ها کجا ضبط میشن یا مردم کجا لمس طبیعت میکنن؟ بیرون از خونه، مثلا تو جنگل یا طبیعت. تا حالا کسی رو دیدی که پادکستش رو وسط جنگل یا تو خرابه ها ضبط کنه؟ شاید یکی این کارو کرده باشه که من نمیدونم، ولی حرفم اینه، برای خلاق بودن نیاز به استعداد نداری، فقط یه سیستم میخوای که کار کنه. همین، هیچ جادویی در کار نیست، فقط یه روش ثابت شده که نتیجه میده. پس اگه تا الان فکر می‌کردی خلاقیت یعنی یه چیز مادرزادی یا فقط مخصوص افراد خاصه، وقتش نگاهتو عوض کنی. خلاقیت بیشتر از این که یه استعداد باشه، یه مهارته. مهارتی که با تمرین، یادگیری و ترکیب کردن ایده ها رشد میکنه. فقط کافیه 3 کار رو مداوم انجام بدی. 1. اطلاعات و ایده های مختلف رو جذب کن. 2. اونا رو ثبت کن. 3. و شروع کن به ترکیب کردنشون. همین، منتظر یه جرقه جادویی نمون، خودت اون جرقه رو بساز. تو لازم نیست نابغه باشی، فقط باید کنجکاو باشی و مداومت داشته باشی. اگه از این روش استفاده کنی، نه تنها توی تولید محتوا یا پروژه های خلاقانه بهتر عمل میکنی، بلکه توی حل مسئله، تصمیم گیری و حتی کار و زندگی روزمرت هم قوی تر میشی. و یادت نره، خلاق بودن یعنی ساختن چیز جدید از چیزهایی که همیشه جلوی چشمت بودن، فقط با یه نگاه متفاوت.